سلام به همگی. وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. صدای من دارین؟ الان تازه شروع شد. خوب هستین؟ با یه ویبینار دیگه در خدمتتون هستم. امروز میخوایم راجع به سلامتی هنگام کار با رایانه صحبت بکنیم. سرفصلون رو میبینید راجع به محیط و شرایط کار استاندارد صحبت میکنیم. اینکه باید چه مسائلی رعایت بکنیم که کمترین آسیب رو ببینیم، چه قسمت‌هایی از بدن در معرض چه آسیب‌هایی قرار میگیره، با نرم افزار و سخت افزار مفید یا ضروری آشنا میشیم، روش‌های پیشگیری از آسیب دیدگی یا کاهش آسیب پذیری رو با هم دیگه مرور میکنیم و راجع به سلامت روان هم صحبت میکنیم. ببین، سلامتی خیلی قضیه مهمیه، نباید ازش غافل باشیم. اگه اصولی کار نکنیم، اهمیت ندیم، ممکنه آسیبایی ببینیم که جبران نشن برام، یا مداواش پروسه طولانی و دردناکی بشه برام. درسته؟ نحوه کار کردن هم برای آدم عادت میشه. اگه الان غلط جا افتاده، اصلاحش یکم ممکنه سخت باشه یا طول بکشه، ولی شدنیه. پیگیر باشید. اگر لازم شد کسی توی خونه یا مثلا محل کارتون مأمور بکنید که کمکتون بکنه. اگر مثلا هر وقت بد نشستین بهتون تذکر بده. صدا قطع شده؟ صدای منو دارین؟ دارید صدای منو؟ به دوستمون بگید خارج بشن دوباره بیان. الان برگشت صدا. باش. نمیخوام شما رو بترسونم، ولی بترسیدم خوبه. قضیه چی جای تندرستی و سلامتی آدم رو نمیگیره. ارزش نداره برای کار ما این رو از دست بدیم. مسائل مهمی هست و حالا ما تک تک اینا رو، این سرفصلا رو من بین اسلایدهای مختلف پخش کردم. اینجوری نیست که جدا جدا حالا مثلا بریم جلو. اول راجع به قسمت‌های از بدن صحبت بکنیم که ممکن آسیب ببینه. این کاری که ما پشت لپتاپ میشینیم یا رایانه میشینیم و کار میکنیم، حالا چه ترجمه باشه، ویرایش باشه یا هر کار دیگه ای، ممکنه چه آسیب‌هایی به ما بزنه. گردن، مچ دست، انگشتامون، آرنج، چشم، پا و کمر، شونه و گوش. اینا قسمت‌هایی که آسیب پذیره. اگه ما دقت نکنیم، حواسمون بهشون نباشه، ممکنه هر کدوم از اینها مشکلاتی براشون به وجود بیاد. احتمالاً برای دوستانی که حالا زیاد کار کردن، ممکنه یکی از این قسمت‌ها همین الان درد بکنه یا براش مشکل پیش اومده باشه. یه سری نکات رو هم میگم که درد اون قسمت‌ها هم کم بشه، ولی یه توصیه عمومیه. اینها توصیه پزشکی نیست. اگر مشکل از یک حدی بیشتره، حتما باید به پزشک مراجعه بکنید و پیگیری بکنید. نذارید بمونه. آره، حالا من اینا رو میگم. برای گردن، دیسک هست و خشکی گردن، اینا بیشتر رایجه. مچ دست هم سندروم تونل کارپال هست و درد استخوان. برای انگشتا هم درد استخوان و التهاب مفاصله. اینجوری نیست که همه این قسمت‌ها آسیب ببینه. برای بعضیا مثلا یکی یا دو تاش ممکنه. اینجوری نیست که همه رو یه نفر خیلی ناجور میشه اون موقع. آرنج هم انگشتم درد استخوان هست، التهاب مفاصل رو ممکنه پیدا بکنیم. آرنج هم این حالا خیلی زیاد نیست، شایع نیست. سندروم تونال کوبیتاله. برای چشم خشکی و سوزش چشم، نزدیک بینی، اینا بیشتر شایع. پا و کمر هم واریس ممکنه بگیریم و دیسک خیلی شایع.
شونه هم درد مفاصل، اینم زیاد نیست. آره گوش هم کاهش شنواییه. اونایی که زیاد سر و صدا باشه یا مترجم شفاهی هستن و خیلی هنسفری اینا تو گوششون، ممکنه شنواییشون مشکل پیدا بکنه. آره اگر حواسمون نباشه ببین قسمت‌های مختلفی از بدن ممکنه آسیب ببینه دیگه. همونجور که دوستان گفتن یه تیکه گوشت بشیم نهایتش پشت لپتاپ. حالا من دونه دونه اینا رو صحبت میکنم، یه راهکارهایی هم میگم که از اینا استفاده بکنین، اینجوری این آسیبا براتون کمتر بشه. خب بریم سراغ اولین مورد. با گردن و شونه شروع میکنیم. گفتیم آسیب رایجش دیسکی و خشکی گردن. چرا این اتفاق میفته برامون؟ چون به مدت طولانی روی صفحه نمایش خم میشیم. دوستایی که از لپتاپ استفاده میکنن بیشتر در معرض این آسیب هستن، چون لپتاپ مثلا میذارن روی پاشون یا وقتی روی زمین میشینن روی مبل میشن، این صفحه نمایش پایینه. درستش اینه که ما صفحه نمایش روبرومون قرار بگیره. اونایی که پشت میز میشینن کمتر براشون این حالت پیش میاد. برای همین مشکل بیشتر برای دوستایی که لپتاپ استفاده میکنن. حالا راهکارش هم اینه که اگر متنی مثلا چاپ شده هست، کپی هولدر استفاده بکنیم که بیاد روبرومون، یه پایین نگاه نکنیم، یا صفحه نمایش ارتفاعش رو تنظیم بکنیم. این دوتا خیلی کمک میکنه بهمون. درسته؟ همشون هم کار طولانی مدت، اینو آخر سر میگم که راهکارم برامون چیه. پس برای گردن فقط صفحه نمایش رو اگر ما اصلاح بکنیم ارتفاعش رو و خم نشیم، قوز نکنیم، دردش برطرف میشه، خیلی کم میشه، دچار مشکل نمیشه. آره میزهای لپتاپ، کولپد، اینا هم اینجا که یه دونه رو عکسشو گذاشتم میتونه کمک بکنه ارتفاع لپتاپ رو تنظیم بکنیم. مورد بعدیمون پا و کمر. اینجا هم ما به خاطر کاری که انجام میدیم طولانی مدت یه جا میشینیم. این هم یک فشار پیوسته است که به کمرمون وارد میشه. حالا این برای کسایی بیشتر دچار آسیب از ناحیه کمر میشن که پشت میز میشینن. وقتی با پشت میز میشینیم معمولا زاویه نامناسب میشیم، خوب نمیشینیم، به مرور که داریم کار میکنیم ممکنه زاویه نامناسب به کمرمون بده. اینجا فشار نامناسبی وارد میشه، ممکنه به مهره های ستون آوراتمون یا کمرمون آسیب بزنیم. پس اینا برای کسایی که بیشتر پشت میز میشینن. حالا چجوری اینا رو برطرف بکنیم؟ پشتی طبی هست. اگر تونستیم میز صندلی ارگونومیک استفاده بکنیم که خیلی هم عالی، نیاز به چیزای دیگه ای نداره. ولی با همین هر صندلی که داریم پشتی طبی هست، بالشتک طبی هست، میتونیم اینا رو استفاده بکنیم. تشک صندلی طبی هم هست. اینا هم کمک میکنه که اون فشار وقتی نرم باشه اون فشار خیلی کم میشه. آره میز صندلیایی که مثلا برای بازی هن، مخصوص بازی ها، چون یه جوری طراحی شدن ساعتهای طولانی ما برای گیمرها میشینن، مشکلی براشون پیش نیاد، اون مدل‌ها در نظر گرفتم ارگونومیک اینا رو بیشتر رعایت کردن. آره باید یک فاصله با به صندلی جسم سخت نباشه که اون فشاره رو کم بکنه. زیرپایی هم برای کسایی که وقتی واریس میگیریم که جریان خون، ما پامون همیشه پایینه،
نسبت به بقیه بدن وقتی پشت میز میشینیم. این رگ ها ممکنه دیگه به مرور نتونن خوب و خون رو راحت منتقل بکنن، جابجا بکنن، واریس پیدا میکنه. این زیرپایی در همین حد میتونه خیلی به ما کمک بکنه. اینکه در طول روز استراحت که میکنیم پامون رو بیاریم بالاتر از کمرمون قرار بدیم، این جریان خون اینجوری نباشه ساعتهای متوالی پایینتر از بدنمون باشه پامون و دچار اختلال بشه. این هم برای این قسمت داریم. آره میتونیم مبل هم استفاده بکنیم برای راحتی. چیزی که گفتیم باید پیدا بکنیم چه حالتی و چه امکاناتی داریم الان میتونه که برامون کمک بکنه هم احساس راحتی بکنیم هم کمترین فشار به بخش‌های مختلف بدنمون بیاد. گاهی لازمه خرج بکنیم. الان هزینه بکنیم خیلی خیلی بهتره تا برای سلامتیمون، تا اینکه چون اگر حواسمون نباشه اهمیت ندیم این هزینه اون وقت باید برای درمانش خرج بشه. پس اینجوری اینا هر کدومشون یک وسایل جداگانه ما باید تهیه بکنیم. بهتره که الان برای اینو هزینه بکنیم تا بعدا برای درمان. مورد بعدی مچ دست و آرنج و انگشتمون. این هم خیلی شایع شد. دوتا موردی که بیشترین آسیب رو داریم همین دست و چشم. برای این چون مستمر به عصبای مچمون یا آرنج بافتایی که هستش فشار میاد. آره پیشگیری کم هزینه تر هم هست. درست. اینا یه درد استخون ممکنه بگیریم. حالا اونایی که پشت میز میشن، اونایی که لپتاپه، چون سطح الان اکثر لپتاپ سطح که استراحتگاه دست زیاده، بعد با موس هم کار نمیکنن، همون اسکرولر روی لپتاپ کمتر آسیب میبینن. اونایی که رایانه استفاده میکنن چون کیبورد ها هم استاندارد نیست یا موسا، بیشتر ممکنه آسیب براشون ایجاد بشه. پیشنهادمون اینه که از وسایل ارگونومیک استفاده بکنین، خصوصا موسپد و کیبورد پد. عکساشون رو گذاشتم براتون، برای همینه. فقط این موردی که اون جای بالش دستش اگر خیلی کمه، شما یه چیز دیگه کمکی بذارید که این طولش بیشتر بشه. اینم باز یه فشار به مچ اینجا وارد میشه. نباید مچمون بشکنه یا مچمون رو نباید به چپ و راست حرکت بدیم. اگر با موس کار میکنیم باید حرکتمون صاف باشه، یعنی تا حد ممکن مچمون نشکنه. ارتفاع صندلی هم با میز یه جوری باشه که ما آرنجمون هم سطح باشه، اینو نشکنه. اگه پس اینجوری بالشش خیلی کم بود، مثبت گرفتید، ایدالش اینجوریه که حالا فکر نکنم اینجا گیر بیاد. ببینید یک فضای زیادی برای بعد مچ هم استراحتگاه در نظر گرفته. این کمک میکنه ما اون فشار تقسیم بشه، این عصب و اینامون دیگه براشون مشکلی پیش نیاد. برای کیبورد هم داریم اینجا یه همچین چیز میتونه استفاده بکنه. این هم از آرنج. نمیدونم، فکر کنم کسی دچار آرنجش مشکل پیدا کرده باشه یا نه. ببین اینجا ملتهب میشه دیگه. روی مچ خصوصا خیلی فشار زیادی هست. روی میز میذاریم سطح سخته، این بیشترین فشار رو روی مچمون داریم و عصبایی که اونجا هست. اون کیبورد پد جداگانه است. کیبوردایی داریم که خودشون ارگونومیکه، اون قسمت استراحتگاه دست رو دارن ولی اکثرا ندارن. یعنی همونجور که مثل تو این عکس هست، بعد کلیدا تموم میشه، هیچی بعدش نیست. جداگانه میتونیم
تهیه بکنیم. آره اینا رو باید خصوصا برای مچ دست حواسمون باشه. یه کاری که میتونیم بکنیم اینه که توصیه میکنم بیایم از 2 تا موس یا کیبورد استفاده بکنیم. این هم کمک میکنه بهمون. یا اینکه دست چپمون رو هم با موس کار بکنیم. خیلی سخت نیست. حتی الان ویندوز و برنامه‌های نرم افزار دیگه‌مون این گزینه هست که جای کلیک ها رو هم با دست چپ، مثلا اگر ویندوز بکنم 10 اینا به بالا داره، شاید 7 هم داشت. اگر نداشت نرم افزار هست که جای کلیک ها رو حالت چپ دست میکنید، جای کلیک ها رو هم عوض میکنه. به مرور عادت میکنید. 2 دستی باشید برای موس، استراحت بدید به دستتون. یعنی که 2 تا موس متفاوت یا 2 تا کیبورد متفاوت داشته باشید که باعث میشه یه تنوعی باشه این فشار، چون یک حالت باشه این مستمر میشه، ولی تغییر بدیم موس و کیبوردمون یه جوری تغییر، این استراحت بهش برای دستمون پیش میاد، کم میکنه اون فشار رو چون متفاوت. قلم نوری هم هست، میتونیم حالا برای بعضی کارا از اون استفاده بکنیم. دوستانی که براشون کار گرافیک هم انجام میدن خصوصا اینجا میتونیم بهشون کمک بکنیم. مچبندم که اگر طبی داریم اونم میتونیم استفاده بکنیم، مثلا کسایی که درد دارن همین الان میتونیم بهتون کمک بکنیم. تمرکز زیاد برای موس چپ و راست، دست چپ و راست، برای چه چیزی؟ آره اونم جلوتر میگم. حالا 1 ربع کوتاهه، ولی 25 دقیقه 20 دقیقه یک بار خوبه. آره اینجا التهاب مفاصل اینا رو هم داریم. حالا یه سری راهکار دیگه از جلوتر میگم. برای چشم هم مشکلات که ممکنه پیش بیاد، خشکی چشم، نزدیک بینی، سوزش این است که سردرد هم جزو اینه، به خاطر بیشتر ناراحتی از ناحیه چشم. دلیلش اینه که ما مدت طولانی صفحه نمایش خیره میشه. این هم دیگه فرقی نمیکنه، همه در معرض آسیبش هستن. میتونیم چجوری پیشگیری بکنیم یا کاهش بدیم آسیب رو؟ عینک‌های مخصوص استفاده بکنیم که برای مانیتوره، یا اینکه خود مانیتورامون مدل جدید فیلتر نور آبی دارن. آره خیلی خوبه، این آسیب رو خیلی کم میکنه. یا اگر دچار خشکی چشم شدیم قطره اشک هم هست. یه قانون جالبی هم گذاشتن که جلوگیری بکنیم که 20 راحت هم خاطرتون میمونه. این که یعنی هر 20 دقیقه که با رایانه داریم کار میکنیم به مدت حداقل 20 ثانیه استراحت بکنیم، به شیء یا کسی که 20 قدم دورتر از ماست نگاه بکنیم. یعنی این باعث میشه که اون مشکل نزدیک بینی رو هم پیدا نکنیم، هم چشمون استراحت میکنه و هم اینکه باعث میشه اون مداوم، این چون وقتی مانیتور نگاه میکنیم صفحه نمایش اینا رو، این پلک زدن جریان عادی متوقف میشه، اکثرمون خیره میشیم، زل میزنیم. همین 20 رو رعایت بکنیم کمک میکنه که این مشکلات خیلی کمتر بشه. پس اینم یادتون باشه. چشمم خیلی آسیب پذیره، شاید بیشترین آسیب رو از ناحیه چشم ببینیم. آره چون ناخودآگاهه، نورش هم زیاده، زل میزنیم اون پلک زدن عادی متوقف میشه، پلک هم که نزنیم چشممون خشک میشه. آره حالا برای دوستانی که خصوصا گفتن چشمشون قرمز میشه و اینها،
برنامه‌هایی داریم که من اینجا پایین براتون لیست کردم. اینو کمک میکنه مثلا ورکرافت که من اینجا بیارم براتون، این هر میتونیم تنظیم بکنیم، مثلا 20 دقیقه 25 دقیقه میاد روی صفحه نمایش جلوی کار کردن ما رو میگیره یا یادآوری میکنه یا هشداری میده. حتی یه تمرین کششی رو هم پیشنهاد میده بهم. این خیلی خوبه. یه سایت هم هست جایگزین ها رو، حالا هر نرم افزاری که مد نظر میتونید جستجو بکنید، براتون لیست میکنه مثلا 50 تا 100 تا دیگه نرم افزار میگه مشابه ورک رو داریم، میتونید از اینا هم استفاده کنید. حالا شاید روی سیستمتون نصب نشه یه نرم افزاری یا خیلی خوب جواب نده، از همین سایت میتونید گزینه‌های دیگر رو هم امتحان بکنید. برای اون شدت تابش صفحه نمایش هم این آیریستچ خوبه. اینم اگر نتونستید، این نصب نشد یا جالب نبود براتون، گزینه‌های مشابهش رو پیدا بکنید، اینم کمک میکنه. حالا ردشیت برای دوستایی که لینوکس دارن، اینم جایگزین ورکراب. این دوتا رو هم برای لینوکس داریم، خیلی کمک میکنن. تکنیک پومودورو هم هست، اینم میتونید نصب بکنید. اینم همون بهش میگیم هر 25 دقیقه یک بار میاد جلو صفحه نمایش میگه که مثلا 5 دقیقه استراحت بکن، دست خودمون باشه فراموش میکنیم، داریم ترجمه میکنیم، ویرایش میکنیم، اینا دیگه زمان از دستمون میره. این نرم افزارا میان بهمون هشدار میدن. حالا اون حالتی که حالت دارن اکثرشون که کلا دسترسی قطع میکنه، یعنی هیچ جوری نمیتونید تا اون تایمر استراحت رد نشده کلا کیبورد اینا رو قفل میکنه، نمیتونید از اون حالت بیاد بیرون کار ادامه بدید. شاید بعضیا مثلا خیلی مناسب نباشه، یه جمله‌ای هست داریم ترجمه می‌کنیم یهو تایم استراحت بشه، اونو میتونید غیر فعال بکنید. گزینه هم دارن که یکم عقب بنداز ترجمه رو، مثلا اون قسمت رو نهایی می‌کنید دیگه صبر می‌کنیم تا استراحتمون بگذره. نه کاربردی هم هستن، فقط ضرب و برق ندارن. خود من استفاده می‌کنم از دوتاشون، خیلی کمک می‌کنه. نه این مانیتوری که گفتین توی ویژگی‌هاش نوشته این مدل فیلتر نور آبی داره، محافظ چشمه. اگر نداشت اینجا این همین کارو میکنه، متناسب با ساعت روز هرچی مثلا هوا تاریک‌تر میشه نور مصنوعی میاد، نور لامپ و اینا، این صفحه نمایش رو به سمت قرمز میره، به سمت رنگ‌های گرمتر. این کار براتون میکنه، خیلی خوبه، تاثیر زیاد داره. توی همین سایت یادمی میذارم هم فیلمشو هم نرم افزار اینا، شاید یه سری مطالب کمکی هم بود کنارش براتون میذارم. خیلی ضرر نداره، ولی اگر خشکی چشم انقدر بود که دوستان گفتن سوزش چشم دارن قرمز شده، اینا دیگه از یک حد رد شده، این دیگه باید بریم پزشک مراجعه بکنیم، معاینه بشیم دیگه. اینجوری نیست خودسرانه کار نکنیم. ولی چیز نیستن، آسیبزا که نیست اشک مصنوعی، ولی خب اگر عادی ما مشکلی نداریم نیاز نیست از اینا هم استفاده بکنیم. این نرم افزارا رو پس حتما باید استفاده بکنیم، چون خودمون نمیتونیم کنترل بکنیم، یک نیروی بیرونی باید نذاره ما به خودمون آسیب بزنیم با کار مستمر و مداوم. آره ضرری نداره که اینکه چقدر مصرف بکنیم در روزش رو دکتر بهتون بگه خیلی بهتر. این لیست نرم افزارا رو هم تو فایل همراه ویدیوی همین وبینار میذارم توی سایت یادمی، میتونید از اونجا بردارید دیگه، نیاز نیست حالا
بنویسید. بریم سراغ بحث مهمتری که راجع به سلامت روانه. اینم کمتر بهش اهمیت میدیم یا راجعش صحبت میشه. این مشکلات ممکن ما پیش بیاد برامون. یکی خستگی مفرطه، اضطراب و استرس، افسردگی، حالت انزوا و منزوی شدن، تمرکزمون دچار اختلال بشه، بیخوابی، بدخوابی، اعتماد به نفسمون کم بشه یا احساس کنیم مفید نیستیم. اینا هم به خاطر فضای کاری، دورکاری، هم حجم کاری که ما داریم انجام میدیم. مثلا خستگی مفرط یا برن اوت بگیم چون استرس کار مداوم پیوسته است. ممکنه چون ما ساعت کاری مشخصی نداریم، مثلا بگیم 5 ساعت صبح کار میکنیم دیگه تموم میشه، چون پیوسته است. بعد پروژه میاد، سفارش میاد، کارهای فوری داریم، اینا حجم کارمون زیاد میشه، ممکنه دیگه کم بیاریم. اینو داریم، خودمون شاید متوجه نباشه ولی عملکردمون خیلی میاد پایین، اصلا خلق و خومون هم بد میشه. همه رو داریم. آره، اضطراب هم برای همینه. حالا کاری که میتونیم بکنیم این که با مدیریت زمان، مدیریت پروژه، استراحت دادن و اینا رو تا حد زیادی کم بکنیم. مثلا استرس و اضطراب هم برای اینه که به موقع تحویل مثلا نمیتونیم بدیم، میره کار، زمان تحویل گذشته، هنوز مونده یه بخشی از کار، اینا هم یه استرس و اضطراب به ما میده. اگر از یه حدی بیشتر شد، ببین تا یه حدی منطقیه ما اضطراب و استرس اینا داشته باشیم. از یه حدی بیشتر شد باید بریم این هم پیش روانپزشک بهمون کمک بکنه. این کار داره این چیزا رو، چون تو جمع هم نیستیم، تو خونه ایم، داریم جدا این تعاملات اجتماعی رو نداریم. این همه اینا یه بخشش به خاطر همینه، افسردگی و اینا. تمرکزمون ممکنه جای کم بشه، دچار اختلال بشه، برای اینکه اون روابط انسانی رو نداریم. اینا میتونیم حالا با جمع‌های دیگه‌ای که هست اضافه شیم، ورزش کردن، پیاده روی، اینا تا حدی کم بکنیم این مشکلات روحی روانی رو. آره، همه انگار به تراپیست نیاز داره. اینا جنبه‌های منفیشه، قسمت‌های مثبت رو هم داره ولی باید اینا رو هم در جریان باشه. دیگه اینه که بیخوابی، بدخوابی هم که دیگه مشخصه چرا. کارو میذاریم برای آخر شب و بعد نمیرسیم انجام بدیم. آره، درسته بعضیامون حتی مقالای خیلی تخصصی روانشناسی و پزشکی اینا هم ترجمه کنیم، کتاب سلامت روان ترجمه میکنیم ولی به خودمون که میرسه رعایت نمیکنیم. اگه حواسمون نباشه روی کاراییمون هم تاثیر منفی میذاره. فقط این نیست که حالا حتی رو بقیه هم ممکنه تاثیر بذاره. ما یه کاری به موقع نرسونیم، فقط برای خودمون نیست، برای کارفرمای مشتری اونم ممکنه سری تبعات دیگه داشته باشه. هرچند کار ما خوب باشه و به موقع و با انرژی بیشتری کار بکنیم، تبعاتش هم برای بقیه جامعه هم حتی ممکنه برسه، اونا هم تأثیر بگیرن از خروجی کار ما. اعتماد به نفسمون هم کم میشه از این جهتی که ببینید ما بیشتر با کسایی سر و کار داریم، مشتری که متخصص این رشته نیستن. یعنی کسی که میاد کار ما رو ارزیابی میکنه، بعد اکثرا اینجوریه و روش قضاوت میکنه، نمیدونه که چه روندی طی شده، چه چیزای مهمه، چه چیزای مهم نیست. بعد ممکنه ایرادایی بگیره که در واقع خیلی ایراد مهمی نیست یا اصلا وارد نیست به کارمون. اینا باعث میشه ما یک بازخورد اشتباهی هم بگیریم از بخشی از مشتریامون.
و این روی اعتماد به نفس ما تاثیر منفی بذاره یا سفارشمون کم باشه، اونجوری که دوست داریم کار نکنیم، احساس بکنیم که مثلا مفید نیستیم یا اعتماد به نفسمون رو از دست بدیم. اینا جزو این جنبه های منفی کار ماست که اون ارتباط درست انسانی و حرفه‌ای رو نداریم، دورکاریم، شاید پیاما میاد و میره، اون حس ممکن سوء تفاهم پیش بیاد، اون بار عاطفی درست منتقل نمیشه توی اکثر ارتباطات با چت و ایناست، ممکنه این مشکلات برامون پیش بیاد. آره باید حواسمون به اینا باشه. آره شغلا مشکلات خودشون رو داره، آره کم یا زیاد. بریم سراغ مورد بعدی. خب حالا ما چیکار بکنیم که موردی چند تا رو گفتم، ولی در کل ببینید اشاره شد که هر کدوم از اینا یک حالت طولانی مدت، یک فشار پیوسته رو اگر ما داشته باشیم روی قسمتی از بدنمون دچار مشکل میشه، آسیب میشه. ما چند ساعت، 4 ساعت، 3 ساعت بدون اینکه تغییر حالت بدیم مثلا پشت میز نشستیم یا گردنمون پایین خم شده داریم کار میکنیم، این پیوستگیه که باعث آسیب میشه. یعنی اگر ما بتونیم این پیوستگی رو کم بکنیم تا حد زیادی مشکلات پیش نمیاد برامون. حالا میتونیم کنارش از کلیدهای میانبر استفاده بکنیم، هرچند کمتر کار بکشیم از انگشتامون خب استراحت بیشتر میکنن، کمتر ممکنه دچار آسیب بشن. برای مثلا کلید میانبر خوبه یاد بگیریم. حالتایی هست میتونیم بدون اینکه از موس استفاده بکنیم پیمایش بکنیم، اون کارهایی که لازمه رو هم رو کیبورد مثلا انجام بدیم یا با فرمانهای صوتی که نرم افزاری نصب بکنیم کارا رو انجام بدم، دیگه با موس و کیبورد استفاده نکنیم. یا اینکه نرم افزار تبدیل صدا هست به متن یا برعکسش، اینا هم اون زحمت تایپ کردن و کار کردن از ما میگیره. فکر کنم گوگل تا حد قابل قبولی انجام میده، حتی فارسی رو میتونیم روش حساب بکنیم. برای مرورگر کروم داره و گوگل داکس هم مجهزه به این ویژگی که صحبت بکنیم برامون تایپ بکنه. این یه استراحتی. اونورم هست که متن رو گوش بدیم، کتاب‌های نسخه صوتی هست مثلا، یا اینکه مثلا نرم افزار هست متن بهش میدیم برامون میخونه. انگلیسیش که خوبه، فارسی هم خیلی هنوز قوی نیستن اکثرش، اونایی که رایگانه. پولیا باز بهتره متن به صدا. آره اینا رو هم داره، ولی برای فارسی اگر خوب باشه صحبتمون کمتر میشه. یه قلقی دارن هر کدوم از این نرم افزار، کار بکنید بهتر میتونید خروجی بگیرین ازشون. اینا رو داریم. بعضی هم که قهوه و نوشیدنی انرژیزا زیاده روی استفاده میکنن، این هم اگر متعادل بکنیم در کل بهمون خیلی، میدونم بعضی موقع لازمه مجبوریم ولی باید رعایت بکنیم، در کل آسیب رو کمتر میکنه. میز ایستاده هم گزینه خوبیه، نیم فاصله رو رعایت نمیکنه. اونم با دستور کلی میتونیم نیم فاصله رو خیلی رو اصلاح بکنیم، با یه دستور بهش نیم فاصله رو درست میکنه. میزهای ایستاده به این یه عکسش هم براتون گذاشتم که داریم همون استند ماننده، میذاریم روی میز، هر موقع
یه تنوع میدیم، ارتفاع رو میبریم بالا، بعد ایستاده میتونیم به کارمون ادامه بدیم. اینم باز کمک میکنه پیوسته به یک حالت کار نکنیم. یا کلا میزهای داریم ایستاده، یا میتونیم خودمون یه قسمتی از خونه یک حالت تاقچه مانند درست کنیم، اندازه این که لپتاپ یا حالا مانیتورمون جا بشه و اینا، هر از گاهی بریم اونجا کار بکنیم. حجم کار رو هم مدیریت بکنیم که دیگه اون فشار کار کم بشه، هم روحی روانی هم جسمی. خیلی بهمون کمک میکنه. اینا چند موردش، چند مورد دیگه هم اینجا من لیست کردم. وقفه در کار که گفتیم دیگه، هم نرم افزارا بهمون کمک میکنه، هم خودمون حواسمون باشه یه جوری تقسیم بکنیم کار رو که پیوسته نباشه بشینیم 4 ساعت کار بکنیم بعد دیگه حالا بریم سراغ کارهای دیگه هم. اینو تا میتونیم پخش بکنیم. آره میزایی هم هستن که ارتفاعشون کم و زیاد میشه، اینا هم خیلی خوبه. یعنی مثلا میزی هست حتی میتونیم برای لپتاپ حالت خوابیده هم استفاده بکنیم، روی مبل که میشینیم استفاده بکنیم. 2 تا رو داشته باشید خوبه. حتی میتونید هم رایانه داشته باشید هم لپتاپ. بین این دوتا یه موقع یه سری کارا با این انجام بدید، بعد عوض بکنید، برید سراغ اون یکی روی اون کار بکنید تا میتونید تنوع حالت توی نشستنتون، توی کار کردنتون ایجاد بکنید. وقفه خیلی مهمه. فشار پیوسته و مداوم رو کم بکنید. این کلیدیش همین رعایت بکنید، هیچ کدوم از این مشکلات برامون پیش نمیاد. پس وقفه دادن بین کار همون استاندارد 25 دقیقه 5 دقیقه است. این خیلی بهمون کمک میکنه. حالا اون وسایل و لوازم استانداردم که کنارش داشته باشیم که دیگه خیلی خوب میشه. ورزش و نرمش کششی هم داریم، حتما در نظر بگیرید. همون استراحت میتونیم همین پشت میز چند حرکت کششی بکنیم. نرم افزارا هم حتی خودشون پیشنهاد میکنن که بعد تغییر میده، مثلا یه بار میگه کشش دست باشه، حرکت چشم، اینا رو بهتون میگه. آره میتونیم کیبورد اینا. لپتاپ هم که داشتید میتونید جدا براش کیبورد و موس بگیرید ارگونومیک مناسب، یا اینکه مانیتور هم بهش وصل بکنید. اگر صفحش کوچیکه خیلی باید خم بشید، دقت بکنید، چشمتون اذیت میشه، میتونید کنارش یه مانیتور تهیه بکنید، مانیتور رو به لپتاپ وصل میکنید، 2 تا صفحه نمایش پیدا میکنید. آره نارسیس هم داره. اینجوری صفحه نمایشتون بزرگ میشه، میتونید با فاصله دورتری از صفحه نمایش هم کار بکنید، فشار روی چشم کمتر میشه. این گزینه هم گزینه خوبی. پیاده روی هم اون تایم استراحتتون، حتی میتونید توی خونه پیاده روی بکنید، نیازی نیست حتما بیرون باشه. بیرون باشه که چه بهتر، ولی تو خونه هم میتونید 5 دقیقه 10 دقیقه 1 رو راه برید. هم از لحاظ روحی روانی خیلی کمک میکنه، اون فشار استرس رو کم میکنه. همین که بدنی هم فعالیت، جریان خون و تحرک باعث میشه که باز اون خشکی توی اندام پیش نیاد براتون. تغذیه مناسبم که دیگه مشخصه، باید اهمیت بدیم، سعی بکنیم متنوع باشه غذامون، این کافیه. حالا نمیخواد خیلی مثلا یه رژیم آنچنانی بگیم برای مغزمون حتما اینا رو بخوریم، که همین چیزا شیرین هر از گاهی بخوریم مثلا کافی، یا مثلا برای بدن اون کل ویتامینا رو دریافت بکنه کافیه و نیاز نیست خیلی خودمون رو از این بابت هم اذیت بکنیم. مرز کار زندگی رو هم که اگر بتونیم جدا بکنیم، مشخص بکنیم، اینم میشه از لحاظ روحی به ما کمک میکنه. نور مناسب هم خیلی مهمه برای چشم.
صداهای بلند رو هم همینطور. بعضی از دوستان عادت دارن که حین کار آهنگ گوش میکنن. باید حواسمون به اینم باشه که ما در روز داریم چند ساعت با هندزفری آهنگ گوش میکنیم. خاروبار هم خوبه. یا اینکه صداهای بیرون چجوریه. دوستایی که ترجمه شفاهی انجام میدن پیوسته این ما چند ساعت بدون وقفه اگر از گوشمون کار بکشیم صدا فقط وارد بشه، اینم بلند مدت دچار مشکل میشه، آسیب میزنه بهمون. کلا همین هر چیزی طولانی مدت ما باید ازش دوری بکنیم، وقفه بندازیم. این مورد دیگه هم هست، اینه که رایج شایعه که موقعی که ما یک جای درد میگیره میریم سریع سراغ مسکن، بعد برمیگردیم درد رو دیگه احساس نمی‌کنیم، ادامه میدیم کارمون رو. درد یک علامته، یک هشداری که بدن داره به ما میده و بهمون میگه که این قسمت باید مراقبت بکنی، یک مشکلی وجود داره. خب ما میایم اون هشدار رو خاموش میکنیم با مسکن، بعد فعالیتمون رو ادامه میدیم. بدن بهمون گفت که استراحت کن، از این قسمت از بدن مراقبت کن، اینا ادامه نده. دقیقا پیامش اینه، بهش رسید برو دکتر. ما یه مسکن میخوریم، خاموش میکنیم، فعالیت رو ادامه میدیم، دوباره میشینیم پشت مثلا سیستم دوباره کار میکنیم. این اون فشاره رو مداوم میکنه. یعنی ما باعث میشیم که یک مشکلی که ممکنه با یک دوا درمان جزئی یا استراحتی کوتاهی رفع بشه، یه حالت مزمن پیدا بکنه. این خیلی حواستون باشه. من شایع دیگه مسکن میخوریم که بتونیم کار بکنیم، اینو انجام ندید. اگر درد زیاده مسکن بخورید اشکال نداره، ولی استراحت بکنید. یعنی اون ناراحتی هست همچنان، اون مشکل اون قسمت از بدنتون رفع نشده با مسکن. ضد التهاب هست، اون بحثش جداست، اون کار نداره، ولی بعضی دردا غیر التهابیه و باید استراحت بکنیم کنار. دکتر هم زیاد داریم دیگه تو گروه، همه دوستان تجربه زیاد دارن. آره داروهای گیاهی اینا هم هست. فقط میگم این استفاده رو از مسکن نکنید که سریع درد رو خاموش بکنید که بتونید فعالیت همچنان ادامه بدید. کنارش حتما استراحت بکنید. اینم از این نکته خیلی مهمه. ببینید همونطور که معلومه خیلی‌ها مثلا همین وبینار شرکت نکردن، در حالی که وبینار دیگه میمدن، غفلت میکنیم. ما قراره 20 سال 30 سال مثلا دوستانی که شغلشون همینه، ترجمه است، ویرایش، کار میکنن و ذره ذره این اهمیت ندادن ما ممکنه بعداً خیلی دردسر ایجاد بکنه، خیلی اذیتمون بکنه، بعداً ارزشش رو نداره. اگر کسی سوالی نکته‌ای داره بگه. نرم افزارها خصوصا میتونید، حالا این چیز کلی من گفتم، میتونید جستجو بکنید. هر کدوم از اینا تکنیک‌های دیگه هست، روش‌های دیگه هست، نرم افزار دیگه هم هست که میتونه بهتون کمک بکنه. آره حواسمون نیست این غیر استاندارد کار کردن، چون خونه داریم کار میکنیم کسی هم به ما نمیگه. اونایی که بیرون کار میکنن به حال یک محیط کاریه، یک چیزایی توش رعایت شده، ولی ما که داریم تو خونه کار میکنیم اصلا ممکن حواسمون نباشه. برای همینم میگم تو خونه کسی رو مأمور بکن، اونم حواسش باشه بهتون بگه که خیلی بد نشستید، خیلی مثلا میگه که 2 ساعت جم نخوردی از پشت مانیتور. اینا رو بهمون یکی بگه خوبه. حالا این نرم افزار هم هست بهمون کمک میکنه. مچ دست روی میز
بریم اول زیرش یه چیز نرم باشه، مستقیم مچمون به سطح سخت میز نباشه. بعد سطح آرنجمون هم اگر هم سطح میز باشه یک فایل ویدیویی هست کنار ویدیو میذارم، این ویدیو وبینار براتون میذارم، اونو ببین. اون چیزای غیر استاندارد رو تصویری براتون خیلی راحت نشون داده چجوری اصلاح بکنید. آره اینکه مچمون رو نشکنیم، مهم اینه مچ نشکنه و فشار پیوسته هم رو مچمون نباشه. اسلاید قبلی نشون مامانا اینشون خوبه دیگه، سریع میان میگن که قوز نکنیم، درست بشینیم، صاف بشینیم و اینا. اسلایدر هم براتون میذارم همراه با فایل ویدیو وبینار توی همین آدرس سایت یادمی که برید اینا هست، میتونید ببینید دوباره که لازم نیست حالا اینا رو هم یادداشت بکنید. مرسی از شما که شرکت کردید. آره اهمیت بدیم خیلی خوبه، چون جای گفته نمیشه. این درستش اینه که پزشکا یا مشاوره سلامتی بیان خیلی راجع به این مسائل صحبت بکنن. متاسفانه اینو نداریم، مثلا کارهایی که دورکاریه. مرسی، ممنون از شما. همونجا فقط ویدیو رو میتونید ببینید. آره من نوشتین اسلاید رو. آره فیلم قابل دانلود نیست ولی میتونید همونجا دفعات ببینید. خواهش میکنم. اینم جزو مسائل کاری ماست، همونجور که کیفیت کار خوبه مهمه و خیلی نکات دیگه که ما باید رعایت بکنیم، سلامتی هم همینجور حتی مهمتر. ما باید سعی بکنیم حجم بیشتری از کار رو در زمان کمتری انجام بدیم که اونم دیگه مسائل دیگه که مدیریت پروژه است، نحوه کار اونا رو هم باید پیگیر باشیم که فشار کمتری در کل خودمون وارد بکنیم. مرسی، ممنون. سلامت باشین. کسی سوالی نکته‌ای نداره؟ قربون شما. کلاس تمومه دیگه. دوستانی که میخوام برن میتونن برن. باز اگر کسی سوالی نکته‌ای هست من هستم چند دقیقه در خدمتتون. ممنون از شما که شرکت کردین. شبتون بخیر و خداحافظ.